که مشکی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میپوشه به احترام امام حسین این 2 دقیقه رو توجه کنید. امام معصوم وقتی مطلبی رو میفرماید، وقتی کدی رو به ما میده، اون مطلب مملو از اسراره. حواسمون باشه درست عمل نکنیم خودمون متضرر میشیم. امام عصر علیه السلام مطلبی رو اشاره فرمودن که تو جلسات جدم بعد از اشک بر سید الشهدا برای فرج من دعا بشه. چرا بعد از اشک؟ چه خبری تو این اشک که فرمودن بعد از این اشک برای فرج دعا کنید؟ آقا این اشک بر سید الشهدا علیه السلام در گرانبهایی که معادلش رو ما نداریم. این اشک اون چیزیه که فرموده یک قطره اشک بر سید الشهدا علیه السلام دریایی از آتش جهنم رو خاموش میکنه. مطلب خیلی سنگینه. حضرات فرمودن اگه این قطره اشک روی صورت جاری بشه خداوند میبخشه گناهان رو ما تقدم و ما تأخر. آخه میدونیم یعنی چی این جمله؟ وقتی حجت حی زمین و زمان داره یک کدی رو به ما میده ما بفهمیم. میفرماید بعد از این اشک دعا کنید، کثرت دعا رو داشته باشید، ما این رو بفهمیم، درک کنیم. وقتی امام زمان ما داره یه میانبر برای نجات ما میده درک کنیم، این رو بفهمیم. متاسفانه جلسه میریم نمیبینیم کثرت دعا رعایت بشه، نمیبینیم بعد از این اشک دعا بشه. این واقعا یه افتضاحیه برای ما شیعیان. فاجعه عظیم عاشورا رقم خورد به خاطر اینکه امام تنها موند. حلم ناصر امام اون زمان بی پاسخ موند. اگه حلم ناصر امام امروز بی پاسخ بمونه یعنی ما چیزی از عاشورا نفهمیدیم. چقدر روایت، چقدر حدیث، چقدر حضرت پیام دادن به شیعیان که برای فرج دعا کنید. خب اینا همه حلم ناصر امام زمان ماست. ما چی کار میکنیم؟ بیش از 1000 سال بر حلم ناصر بی پاسخ سید الشهدا داریم گریه میکنیم. هنوز نفهمیدیم، این درس رو نگرفتیم که به حلم ناصر امام زمان خودمون باید پاسخ بدیم. هنوز نفهمیدیم اون امامی که تو عاشورا تنها موند فرزند اون امام الان دیگه نباید تنها باشه. اینو نفهمیدیم. قرن‌هاست شیعه داره برای حلم ناصر بی پاسخ سید الشهدا علیه السلام گریه میکنه. هنوز نفهمیده که حلم ناصر امام حال حاضرش نباید رو زمین بمونه. این بدبختی رو کجا باید گفت؟ امروز مهمتر از دعا برای فرج ما چیزی نداریم. مطلبی که دستور مکرر و مؤکد سید الشهدا علیه السلام و امام زمان ماست و نجات ما در گروه همینه. همه ما شیعیان باید کمر همت ببندیم برای تبلیغ و اجرای این دستور. کثرت دعا برای فرج تو مجالس سید الشهدا علیه السلام بعد از اشک و تحت قبه مقدسه این کلید نجات شیعه است. هیچ راه دیگه ای هم نیست. به والله قسم هیچ راه دیگه ای نیست. دل به هیچ کجا نبند. تک تک شیعیان باید کمر همت ببندن که این دستور اجرا بشه. باید تبلیغ کنن. جایی اجرا نمیشه تذکر بده، جلوش رو بگیر. چرا دعا نکردی برای فرج مولا؟ چرا امر اول شخص عالم رو له کردی زیر پا گذاشتی؟ ما باید به سطحی از معرفت رسیده باشیم که بگیم آقا ما اصلا اقامه اعضا میکنیم برای فرج، هیچ کار دیگه هم نداریم. ما باید به سطحی از معرفت رسیده باشیم که بگیم ما میایم تو این جلسه یه دعایی کنیم که منتقم این خون هرچه سریعتر بیاد. ما اینجا جمع شدیم اشک بریزیم بر سید الشهدا علیه السلام، به واسطه این اشک دعامون مستجاب بشه و فرج مولامون رو بگیریم. ما باید به همچین جایی رسیده باشیم. ما باید دنبال تموم کردن قصه های فرزند امام حسین امام زمانمون باشیم، نه اینکه از روی عادت برای حاجتامون تو کلکل با هم، تو چشم و هم چشمی، تو خودنمایی، تو روکم کنی بخوایم فقط جلسه بگیریم. نمیگم چیزی گیرمون نمیاد، 10% داری الان برداشت میکنی. بیاد جلسه تو فاز امام زمان خدا شاهد 90% 100% برداشت میشه. برکات دنیوی و اخروی سرازیر میشه. جوری دیگه حضرات نگاه به جلسه میکنن. تجربه کنید. جوری دیگه جلسات رونق میگیره. جوری دیگه جلسات با صفا میشه. اینو تجربه کنیم، جلسه بگیریم، بگیم نیتمون از اقامه این جلسه اینه که برای فرج کاری بکنیم.